میدونی چرا به یه سریا میگم پلنگ؟ من نمیگم، عبید زاکانی میگه، یکی از طنازترین ها و البته رکترین های شعر پارسی. یه حکایتی داره، میگه یه تاجری بوده خواسته به یه سفری بره. یه غلامی داشته، یه کاسه نیل میده به این غلام، یه کاسه رنگ. میگه این زن من زهره هر موقع یه خطایی انجام داد یه انگشت از این نیل رو بمال به لباسش که من وقتی برگشتم بفهمم که این چند بار کار اشتباه انجام داده. غلامم میگه باش. تاجر به سفر میره. بعد از یه مدتی یه نامه‌ای برای این غلام مینویسه. ازش میپرسه که کاری نکند زهره که ننگی باشد، بر دامن وی ز نیل رنگی باشد. غلامم در جواب براش مینویسه که گر زآمدن خواجه درنگی باشد، چون بازآید زهره پلنگی.